که به نظر شما آیا آرماتورهای شناج مخفی همینطور که دارید میبینید داخل تیرهای مجاورش باید بره یا نه، یا داخل تیرهای که عمود بهش خستن باید بره نه؟ ببینید دوستان عزیز، من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. در سازهای ما سقف‌های تیرچه بروک فقط برای بارهای ثقلی محاسبه میشن و هیچ گونه بارگذاری لرزه‌ای روی اونها نمیشن. این شناج‌های مخفی برای این گذاشته میشن که یک پارچگی تیرچه رو حفظ کنن و جلوگیری کنن از اینکه اینها توی بار دچار حالا پیچش نشن اصطلاحاً. خب این که توی تیر برن یا نرند کسی کار آکادمیک روشون نکرده که آیا این میلیگردها وقتی وارد تیر میشن چه اثری میتونن بذارن، وجود نداره. ولی به طور کلی نکته‌ای که من میخوام به شما بگم این هست که چون این شناج‌های مخفی رو ما نمیدونیم چه اثری میتونن روی تیرها بذارند، بهتره به هیچ عنوان این شناج‌ها داخل تیرها نشن، خصوصا وقتی که ما یک همچین شناج مخفی داریم که معمولا عرضش به اندازه عرض تیرچه‌تون. شما دارید یک تیر دارید وصل میکنید به یک تیر دیگه بدون اینکه این تیر در مدل محاسب دیده شده باشه. پس چون این اثر در مدل دیده نشده، شما هم نباید این شناج‌های مخفی رو به تیر وصل کنید.